بله دوستای عزیز، مردیم تا بردیم. مرحله 32 تیم کوپا دل ری اسپانیا. گوادالاخارا 0 بارسلونا 2. گل های این دیدار را کریستیانسن و مارکوس راشفورد به ثمر رساند. پاس گل را فرانک دیونگ و لامین یامال داد. بازی سخت، کم موقعیت ولی حساس بود. نبود مهاجمی خوب در پیکان نوک حمله بارسلونا کاملا محسوس بود. تیم سطح سومی قشنگ نفس تیم فلیک را گرفته بود. واقعا بارسلونا امشب با چاشنی شانس از شکفتی جان سالم به در بود. چیزی نمانده بود که شکفتی در کوپا دل ری رقم بخورد و بارسلونا از گردن رقابت ها حذف شود. به هر صورت بازی خوبی بود. موقعیت توپ خیلی بالا بود. پاس های رد و بدل شده بارسلونا خوب ولی موقعیت ایجاد کردن نتوانست. به امید بازی خوب در بازی بعدی.